آیا حتما باید مذهب داشته باشیم؟ خیر، بایدی در کار نیست. این پیله مذهب را خود ما بر تن خودمان تنیده ایم و یک حکم و واجب شرعی نیست. جناب وهبه زهیلی رحمت الله علیه در کتاب الفقه الاسلامی و ادله، در مقدماتی که در این کتاب نوشتند، در اونجا این مسئله رو مطرح کردند و صراحتا گفتند که بیشتر علمای اصول فقه نظرشون بر این هست که تقلید امام یک مشخصی در تمام اتفاقات و مسائل از نظر شرعی فرض نیست. بلکه برای هر انسان مسلمانی جایز هست که از هر مجتهدی که به علم اون در واقع اعتماد دارد از اون تقلید بکند، و زیرا که غیر از آن واجبی که الله و رسول واجب کرده باشند چیزی بر ما واجب نیست. و همچنین کمال ابن همام رحمت الله علیه که یکی از محققین در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است و حتی ایشون رو خاتمة المحققین، یعنی آخرین محقق در واقع معرفی کردند، ایشون صراحتا در کتاب خودشون در اصول فقه صراحتا این مطلب را ذکر کرده که بعضی گفتند که واجب هست که باید مذهب داشته باشیم و در کنار اون ذکر میکند که اما بعضی دیگر و بیشتر و گفته شده که لازم نیست که انسان مذهبی داشته باشد و هو الاصح، میفرماید که این مورد صحیح تر هست. و وهبه زهیلی رحمت الله علیه هم این قول میفرماید که قول راجح از دیدگاه اصولی ها، علمای اصول، اکثر علمای اصول همین هست که بر انسان واجب نیست که یک مذهب خاصی داشته باشد و یا از یک امام مشخصی در واقع پیروی بکند. آن چیزی که از نظر شرعی ما مکلف هستیم این هست که مسائل شرعی خودمان را از یک عالم بپرسیم، قطع نظر از این که این عالم مذهبش چه هست، حنفی هست یا شافعی هست یا مالکی هست. الله متعال میفرماید فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر نمیدانید، مسائلی رو نمیدانید، از عموم این آیه استدلال کردند فقها که اگر چیزی را نمیدانید از علما بپرسید، بدون این که مشخص کرده باشه که از چه عالمی بپرسید، از چه مذهبی بپرسید. و ما میدانیم که در زمان صدر اسلام 3-4 قرن چیزی به عنوان مذهب وجود نداشته که مردم را اجبار بکنند حتما شما باید از فلان مذهب و از فلان عالم مسائل خودتان را دریافت بکنید. نه، هر کسی در هر شهری بوده، در سفر هم که میرفته، هر عالمی را که میدیده مسائل شرعی خودش را از آن سوال میکردن و بر آن عمل میکردن. امروزه هم حکم شرعی همین است. شما در هر کجا که باشید از هر عالمی که شما به علمش، به فقاهتش، به تقوا و پرهیزگاریش اعتماد دارید، به استنباطی که داره، از هر مجتهدی که شما اعتماد دارید، به اون مسائل شرعی خودتان را بپرسید و بر آن عمل بکنید. و بسیاری از علما حتی در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، شیخ الاسلام مفتی تقی حفظه الله نقل میکند در کتاب خودشون که درباره اصول فتوا نوشتن، در این کتاب صراحتا آورده میگوید که من بارها از پدر خودم شنیدم، پدر ایشون مفتی محمد شفیع عثمانی رحمت الله علیه میگوید من بارها از پدر خودم شنیدم که ایشون از شیخ الهند نقل میکرد، از شیخ الهند مولانا محمود الحسن دیوبندی نقل میکرد که میگوید که تقلید مذهب مشخصی حکم شرعی نیست. تقلید از یک مذهب مشخص فی نفسه حکم شرعی نیست، بلکه یک فتوایی هست که برای تنظیم امور این رو صادر کردن. و دقیقا همین مطلب هم از علامه اشرف علی تانوی رحمت الله علیه هم در واقع نقل شده. پس بنابراین از نظر اصولی همان گونه که وهبه زهیلی هم گفتن، اکثر علما نظرشون بر این است که بر یک فرد واجب نیست که حتما مذهب مشخصی داشته باشد که الا و بالله من باید بر این مذهب عمل بکنم و جایز نباشد که بر قول دیگری عمل بکنن. نه، حتی در مذاهب مختلف، حتی در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که معمولا مثلا به طور مثال در افغانستان و جاهای دیگر تعصبشون بیشتر از مذاهب دیگر هست، میبینیم که بسیاری از مسائل را برخلاف مذهب فتوا دادن،
برخلاف مذهب حنفی، برخلاف دیدگاه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فتوا دادن. به طور مثال دیدگاهشون این است که برای آموزش قرآن گرفتن دستمزد اصلا حرام، جایز نیست. اما علمای احناف امروزه برخلاف این فتوای مذهب و برخلاف قول امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عمل میکنند، زیرا که از نظر اصولی واجب نیست که ما حتما یک مذهب مشخصی داشته باشیم. اگر خودمان یک مذهب مشخصی رو انتخاب کردیم لازم نیست که تمام مسائل در واقع بر این ما عمل بکنیم و در هیچ جایز نباشد که از هیچ مسئله ما در واقع از اون مذهب خارج بشیم. حتی ابن عابدین رحمت الله علیه که ایشون در کنار کمال ابن همام ایشون گفتن خاتمه المحققین و کتاب ایشان رد المحتار در واقع یکی از آخرین منابع فقه و فتوا در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است. ایشون صراحتا در مقدمه کتابشان میگن بر هیچ انسانی التزام مذهب معینی واجب نیست، لازم نیست که حتما یک مذهب مشخصی رو داشته باشد، بلکه برای اون جایز هست که برخلاف مذهب عمل کند. یک عالمی رو دید، یک شافعی هست در مذهب منطقه شوافع رفتید، عالم بزرگواری هست در اونجا، شما مسائل خودتون رو از اون پرسیدید، خلاف مذهب شما فتوا داد، از نظر شرعی هیچ اشکالی نداره، شما میتوانید که بر قول اون عالم عمل بکنید و وظیفه شرعی شما همین هست. عرض کردم که از نظر اصولی اون گونه که شیخ الهند و دیگران فرمودن مذهب داشتن یک حکم شرعی نیست، بلکه این یک حکمی هست، یک فتوایی هست که برای تنظیم امور این رو در واقع صادر کردن و لزومی هم نداره که انسان همیشه بر این به اصطلاح پایبند باشه. منتها اگر کسی صلاح خودش رو در این دیده که پیرو مذهب حنفی باشد، پیرو مذهب شافعی باشد، از اون خارج نشود و اختیار خودش رو دارد. اما این که بگیم که یک واجب شرعی هست، نه، چنین واجب شرعی ما از نظر شرعی نداریم. در قرون اولیه چنین چیزی واجب نبوده، الله و رسول این رو واجب نکردن، امروزه هم واجب نیست، اما جایز هست. اگر کسی خواسته باشد خودش نسبت بده به مذهبی خاصی از نظر شرعی، ممانعتی وجود ندارد، منتها به شرط این که مبادا به خاطر قول مذهب ما فرموده الله و رسول را زیر پا بگذاریم، که متاسفانه به خاطر تعصب مذهبی بارها پیش اومده که به طور مثال یک عالمی به یک حدیثی رسیده، بحث و تحقیق کرده، به یک نتیجه رسیده، اما چون که مقلد فلان مذهب هست میگه نه، من این تحقیق خودم رو قبول ندارم، حدیث رو قبول ندارم چون که من مقلد هستم. این در واقع جزء مواردی هست که خلاف عقل و خلاف اون تعهد علمی هست که هر انسان عالمی باید داشته باشد.